بدون دستگاه همزن و به روش قنادی میخوام یه دانمارکی درست کنیم که حتی نیاز به لا رفتن هم نداره و طرز تهیه‌اش هم خیلی ساده است. با من همراه باشین. اول تخم مرغ، روغن مایه، خاک قند، نمک، جوهر لیمو، وانیل، حالا 70% آبو میریزیم، هم میزنیم. آرد. نوبت خمیر مایه است که به عمل اومده. شروع میکنیم به ورز دادن. دیگه نیازی به ظرف نداریم. خوبه. حالا روغن مارگارین رو بهش اضافه میکنیم. شروع میکنیم به ورز دادن. اگر اینجوری به میز چسبید اشکالی نداره، به ورز دادنتون ادامه بدین. پاکن جمعش میکنیم. 5 دقیقه بهش استراحت میدیم. حالا شروع میکنیم به پهن کردن. مستطیل پهنش کنید. این مدلی که میخوایم درست کنیم بهش میگن دنیش. کرم میزنیم. حالا شکلات چیپسی میریزیم. شروع میکنیم به پیچ کردن. روشو بردنه میکشیم. برش میگردونیم. حالا میچینیم داخل دیس. این اندازه. چهار ساعت بهش استراحت میدیم. خب دانمارکی آماده شد. با درجه 200 به مدت 20 دقیقه داخل فرن قرار میدیم. این هم از دانمارکی. بعد فرن اجازه بدین دانمارکیتون کاملا سرد بشه و برش بزنید و با خاک قند تزیین کنید. این هم از دانمارکی مدل دنیش. یادت نره این پست رو حتما برای دوستاتم بفرست. مرسی.